من سعید صدرالدین مختارویچ با تنتنه سوگند یاد میکنم که عهده‌داری‌های ادوکاتی را صادقانه، صافدلانه و عاقلانه اجرا میکنم. حقوق آزادی و منفعت‌های قانونی وکالت دهنده را طبق کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان، قانون‌ها و کودکس آداب کسبی ادوکات‌ها حمایت می‌نمایم. تبریک. دوستان تبریک. توحید بختیار پس از با موفقیت بریدن امتحان‌های تخصصی باید که به عضویت اتفاق ادوکات‌های جمهوری تاجیکستان قبول کرده شده. رئیس اتفاق ادوکات‌های جمهوری تاجیکستان سیدبک حسنویچ نوریدین کمیتیان وقتی دعوت میکنیم همون میگیرید میدارید. اگر رقم ندونید شرط مسئله زیاد است. با قبول کردن قانون نسبت ادوکات هم یک طلباتی بنیاد سخت پیش بینی شده است. در حقیقت همین مقدار شماره بنیاد کم است برای ولایتی سوخت، لیکن این سپردن این امتحان ادامه دارد و ما می‌داریم که هرچی بیشتر ادوکات‌های ما از این امتحان می‌گذرند. در گذشته زیاده از 200 نفر ادوکات در تمام منطقه ولایت سوخت فعالیت می‌کردند، ولی امروز گرچنده که یک ماه نه حتی کمتر 20 روز اگر گویم وقت مانده است، تنها قریب که به نزدیکی 50 نفر گویم خطا نمیکنیم ادوکات صاحب مقام گشته است و البته شاید در آینده یکم بسیار تنقیصی به میان آمدنش ممکن است و ما کوشش میکنیم که در آینده در مهلت معین نموده، یعنی که در این مهلت موقعی که مانده است بسیارتر ادوکات صاحب مقام ادوکات شوند. امروز روزی قسمیات‌کنی ادوکات‌ها برگزار گشت و طوری چند سالی فعالیت که همچون ادوکات فعالیت میبرم بوری اول است که ما قسم یاد کرده ایستاده‌ایم، زیرا که در ماده 3 قانون جمهوری تاجیکستان درباره ادوکاتور و فعالیت ادوکاتی یکی از طلبات‌های همین قانون قسم یاد کردنی ادوکات‌ها میباشد. و مرحبا، این قسمی که یاد کردید اکنون شما را به چی وادار میکند؟ قسم یادکنی وادار میکند برای صافدلانه، صادقانه و عاقلانه اجرا کردن عهده‌داری‌های ادوکاتی و حمایت نمودن حقوق و منفعت‌ها و آزادی‌های قانونی وکالت دهنده که طبق کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان و قانون‌ها و کودکس آداب کسبی ادوکات‌ها را وادار می‌سازد.